بگو بیل خورده کمره. بیل خورده یه خورده پایین‌تر بهبود کجا بود؟ خب خدا بیامرز. دیدی اینجوری میکنم. با سگا چه بازی میکنی؟ پایین‌تر بازی میکنی. تا اون سر همش گردوه. کاری انجام نمیدم فلان توی استاد. ولولای زیبایی. اینجا بیشتر میخوری؟ هویج. شبام که اینجا میخوابیم و کجا میخوابی بیشتر؟ دلبرک من. تو مورچه زیاد داره. باید اینو مورچه خار بیارم اینجا همه این مورچه ها رو بخوره. بادوما رو لعنتی شخ زده نمیشه اینجا راه رفت. بادام اونم بادومه، اونم بادومه، اونم بادومه، اینم بادومه. یه سورپرایز دارم براتون. این سورپرایز رو بهتون نشون بدم. بریم یه چیزی بهتون نشون بدم که مورد علاقه خودمه. انجیرم هست اینجا. اینم که گردوه. اهله آلوالو. چه آلوالوهای زیبایی. بگیر دیگه. آلوالوهای زیبا خوشگل و مشکل. بریم اونورم نشونتون بدم. چیه؟ گوجه سبزه؟ اینور گیلاس. چرا در اومده بود نگفتیم ما صندوق بیاریم؟ با دو وانت می اومدیم. اینم گیلاس دار. گوجه سبزه کدوم بود؟ اون درخت تکیه. اونم گوجه سبزه. آره اینم گردوه. این چیه؟ هلوه. هلو. اونم اناره. اینم سیبه. اینم شاتوت. اینم به. یه درخت بزرگ دیگه بادوم. کنارش یه درخت بادوم دیگه. کنارش یه درخت بادوم دیگه دوباره. 3 تا درخت بادوم. چهار تا درخت بادوم هم که اونور بود. این 3 تا درخت بادوم بزرگش. اینجا شامپاین سرو میشه.
جان نشالیه دا او مای گاد او مای گاد مورچه خواه رو باید بیارم اینو ندیده بودم او مای گاد دیدی اینجوری میکنن پلاکو بگی بابا والا به خدا ماشین ما ماشین اینا همش گردوه از این سر تا اون سر همش گردوه نگاه کن همش گردوه مال مردمه ولی خب برسه ما هم استفاده میکنیم دیگه ما خودمون هم گردو داریم ولی اینجا هم استفاده میکنیم اینا رو بس قرمه چشا کرد اهل دلاش میدونی اینا با قرمه سبزی هم میشه خورد خیلی خوشمزه است برسه فقط 56 میرسه 56 هست نه برجشو میگم خوشمزه خوشمزه ما خوشم میاد کارگرمون هم اینجاست کارگرمون هم همه جا میبریم پروفسوری هم گذاشته شما کارگرمون بیشتر آشناشن هلو مسعود جان خودت بیشتر معرفی کن عزیزم صحبت کن برای عزیزانمون به نام خدا هستم به نام خدا خب من از شهرستان ساوجولا هستم یه خور اونورتر سمت قبچا بگو بیل خورده کمره بیل خورده یه خور پایینتر بهبود کجا بود خب خدا بیامرز الان فعلا کاری انجام نمیدم فعلا توی استراحتم حالا تا آبیاری کردی اینجا رو آبیاری دادیم ولی خب آب کم میدیم دیگه آب کم وقتش کم بوده چی اینجا بیشتر میخوری؟ هویج من فکر کردم کتک میخوری هویج اینجا داره خب بپرسید شما با خرگوشا بیشتر بازی میکنی اینجا یا با گربا؟ با سگا با سگا چه بازی میکنی؟ با سگا چه بازی میکنی؟ بازی میکنیم خب اونا قایم میشن یا تو؟ من قایم میشم اونا هی هاپ هاپ میکنم من نمیتونم پیداشون کنم خب بعد دیگه چی دیگه شبا هم اینجا میخوابیم و کجا میخوابی بیشتر؟ اینجا اونجا بالا اون بالا مالا هم میری؟ اونجا کم میریم اونجا خطرناکه سرسریه با چند تا سگ بازی میکنی؟ حدوداً هستن دیگه 7 8 تا هستن بعد قضیه جفتگیری و اینا چجوریه؟ اینا چیز کردیم دیگه عقیم سازی شده؟ اینا کاراش انجام شده بعد فقط یه خورده دولت به ما برسه اصلا چجوری برسه بهتون؟ مثلا یه خورده پول بده ما اینجا درست کنیم آمد پول بده بهتون؟ فقط باید پول بده من فکر کنم مثلا ما غذا مزا بهتون بده نه اونو خودمون می‌خریم این قلاده هم شما داری؟ آره اینو چیز کردیم تازه خریدیم اینو خب یادگاری دیگه کاهش میشه درسته این گم که بشم اینو با این منو پیدا درسته و البته صحبت زمین پخش میشه مردم میبینن یه صحبت خاصی داری در آخر چیز خاصی میخوای بگی بفرمایید سلامتی بخش خداحافظی کنم از شما زحمت کشیدین که تا اینجا تشریف آوردین بیل دقیقاً کجای کمرت خورده بود اینجا کی زده بود باغدار زده بود میزنن تو باقی کسی رفته بودی بالا که میری میزنن بالا آره بالا بعد خودت میای پایین دیگه وقتی بیله میخوره دیگه میافتی ما میافتی اون بالا که میزنه میافتی بیشتر تو این باغ میری یا باغ خودمون اینجا باغ خودمون که اصلا چیز نداره بالا داره موفق و پیروز باشی قربونت برم بخش میشه که چند شنبه بخش میشه این 5 شنبه بعد از ظهر قربونت برم بیلای بیشتری بخوری عزیزم قربونت برم